اما باز یک چیز یاور کردنی هستم. چند پیش ما شاهد بودیم که شما با دست خود این تحفه را به پسر خود سپردید و فکر میکنم که برای هر یک پدر اگر بیند که پسرش دوام دهنده کسب ایشان باشد، این از این فرصتی، از این خوشبختی و فکرم بیشتر نیست. و همین آرزو میکنیم و جانب که در حقیقت دوام دهنده کار شما باشد و هم شما هم معلمای مهربان که هر دویتون 4 پسر عالی جناب و باید رسون تبلیغ کردیدتون شما را تبریک میکنیم. از نام ازر بلوز، از نام باشندگان امین تالار، از نام شنوندگان ازر بلوز هستید که شما را تبریک میکنیم و میخواهیم یک تحفه همین استاتویت که به شما سپاریم. لیکن این استاتویت که مخصوص است دوستان، این برای این سال نه، برای کدام سعودی معین نیست، این برای سهم برجسته شما و انکشاف فرهنگ موسیقی تاجیکستان است. مبارک شود دوستان. امیدوارم با خانم رحمت گفتم که برای تشکیل کردن آرزو دارم، امید دارم خدا خواست سال آینده یکان کس کم نشده با همه خدا رسانتی دلام شاد شود. من برزیل و 7 تاجیک رفته با سروری دلشاد جان پرچم تاجیکستان برداشتم. دلشاد نظر من شما خوش آمدید میگم پسر دارید. من همون یکان تاجیک یکان کارش در کجا نباشد یک موفقیت پیدا کردن حتما میکاوم مییابم تبریک میکنم. برزیل رو تلفن کرده بودم من اینجا. برای همین امیدیان عزیز امیدم است که خدا خواهد این کاری که شما سر کردید و با دوام داشتید 50 سالها 100 سالها دوام کند که همین ایجادکار جوانکای بیداشه بردارید جوانها پیش بروند. موفقیت شما و آرزوجان شما برد ناید. Вам вообще спасибо.